دلنشین‌ترین و جذابترین هوادارا اونایی هستن که وقتی تیمشون رینگ مسابقه رو با سری پایین گرفته از حیا ترک میکنه دست رو شونه هاش میکشن و براش ترانه وفاداری و زمزمه میکنن. تو روزایی که داماشیا دلشونو به وعده و وعیدهای پوچ و تو خالی خیلی خوش کرده بودن، ته داستان سقوط اونا آسمون غم گرفته و البته سکوهای سیاه و عزا گرفته عزودی بود. حالا حدود 5 ساله که نه داماش بلکه لیگ برتر ما تو حسرت داشتن داماش و هواداراشه. شاید خیلیا داماش پرخاطره اما این روزا گرفتار تو آزمون لیگ 2 رو یه مهمون ناخونده واسه مرحله 1/4 نهایی جام حذفی میدونستن. اما واسه نقض این ادعا کافیه صفحات تاریخ جام حذفی رو یه ورقه کوتاه بزنیم. درست 10 سال قبل داماش اون روزا البته به اسم پگاه با نادر دست نشان و تیم یه دست و جذابش تا فینال پیش اومد. اونا تو بازی رفت و تو ورزشگاه سردار جنگل رشت با تکل گیلاوری استقلال با شکست بدرقه کردن، اما تو بازی برگشت تجربه کمشون باعث شد تا جام قهرمانی اون سالو به آبیهای پایتخت هدیه بدن. استقلال در مجموع 2 مسابقه جلو افتاده از تیم پگاه گیلان. اونا 5 سال پیشم تو روزای سختشون تو لیگ برتر به جمع 4 تیم پایانی جام حذفی صعود کردن که تو ضربات پنالتی مغلوب پرسپولیس شدن. خود کریم انصاری‌فر مظفرعی‌زاده دستور خودش میدمه به سمت تو، ضربه رو میزنه و گل و توی دروازه و پرسپولیس موفق میشه هر 5 ضربه پنالتیش رو گل کنه و در مجموع با حساب 6-4 پرسپولیس موفق میشه این بازی رو ببره و به فینال جام حذفی راه پیدا بکنه. وقتی چهارشنبه گذشته داماشیا تو ورزشگاه بنیان دیزل و مقابل ماشین سازان پا به زمین مسابقه میذاشتن، تو دل هوادارای رشتی یه آشوب شیرین به راه بود. آشوبی به یاد خاطرات شیرین گذشته، آشوبی به یاد فینال جام حذفی سال 87 وقتی مقابل ماشین سازی پنالتی خالقی فر به تیر افقی دروازه برخورد کرد. یه بار دیگه هلهله داماشیا تو آسمون فوتبال ایران بلند شد. حالا حضور سربازای با معرفت ارتش داماش رو نوک قله لیگ 2، قدمای محکمشون تو نیمه نهایی جام حذفی مصممتر از همیشه واسه یه استان، واسه یه شهر، واسه شادی دل موسپیدا و البته نسل آینده‌ای که تو این دنیای پر زرق و برق مادی هنوزم با افتخار پیراهن نوستالژیک داماشو به تن میکنن دوباره خاطره سازی کنن. اونا به جاه طلبیشون ادامه میدن چون همین حالا هم بیرق قهرمانی دستاشونه.